ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфтурамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 39. تاریخ گواه است که این سرزمین ابرمردانی را به دنیا آورده است که هر کدام در زمان خیش با خیرت، ذکاوت، دانش و فضیلت به درجه شهرت پیدا کرده بودند که ثمره عمر و خدمت بی‌نظیر، مقام و منزلتشان همیشه و در همه دور و زمان باعث ستایش و قدردانی می باشد. یاد آوردن و معرفی کردن شجاعت و دلیری، فضل و دانش و بزرگی و توانمندی آنها دلیل احترام ما به تاریخ و سیماهای تاریخی و فرهنگی خلق عزیزمان است. امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. ابو علی ابن سینا، متفکر ابدزنده. برای انسانیت عقیده های اخلاقی و اجتماعی ابن سینا امروز هم ارزش خود را گم نکردند. در جهان معاصر که روند گلوبالیزاسیا مشکلی های نو ایجاد کرده است، اندیشه ابن سینا درباره ضرور بودن وحدت و همراهی انسانها، دعوت به همکاری و کمک به همدیگر، پیش گرفتن راه عدالت و انصاف و مراسای و مدارا، بیشک به تلقین آرمانهای آسایش و امنیت همگانی بشریت هماهنگ است. او بر حق تأکید می کند از بس که جامعه زاده همکاری و همراهی است، به کسی نیاز دارد که قانون و عدالت را مقرر نماید و چنین کس باید امکانی توسط سخن به مردم مراجعت کردن را داشته باشد و مردم را برای رعایت قانون عهده‌دار سازد. ابن سینا برای از بی نظامی و بی سر و سامانی حفظ کردن جامعه سروری عاقل و آگاهی را لازم می داند که مردم را به راه درست راهنمایی کند و انصاف و عدالت را پشتیبانی نماید. ضمناً باید گفت که ابن سینا نه تنها با اندیشه های اخلاقی، اجتماعی و سیاسیش، بلکه توسط نظریات طبیش نیز جاودانه و ابدزنده است. اندیشه های او در خصوص قاعده های نگاهداشت تندرستی، تدبیرها و شرط های پیشگیری بیماری ها، در تجربه دقیقاً سنجیدن دواها و تعیین آن به بیماران، سببمندی حالتهای فیزیولوژی و روحانی انسان، وابستگی انسان به محیط زیست، اقلیم و آب و هوا از جمله آن نکته‌های مهمی نظریه طبی ابن سینا می باشند که در زمان ما هم اهمیت علمی و عملی خود را از دست ندادند. مردم شریف تاجیکستان حقوق کامل معنوی دارند که با فرزندان فرزانه ملت سهم بی‌نظیر آنها در رشد تمدن عمومی بشری افتخار نمایند، آثار گرانبهای آنها را آموزند و حکمت جاودانه ابرمردان ملی خود را قطب نمای روزگار خیش قرار دهند. القانون ابن سینا
اثری مکملی انسیکلوپدی می باشد که در دوام عصرها کتابی روی میزی طبیبان بود و حالا هم این رسالت را اجرا کرده می تواند. خود همین دلیل از بزرگی و شهامت جهانی ابن سینا شهادت می دهد که بعد از 100 سال وفات او القانون به زبانهای اروپایی ترجمه شده سال 1544 اولین بار از چاپ می براید. این کتابی بی زوال در دانشگاه های مونپالیس، وینا، لوون، لیاون، بروکسل و مکتب های عالی اروپا تا عصر 20 همچون کتابی درسی بهترین معمول بود و بارها به زبان لاتینی با تعداد زیاد به طبع رسیده است. در کشورهای شرق علل خصوص در سرزمین ایران باستانی به حفظ و گردآوری و طبع و نشر آثار سینا، تشکیل انجمنی بین المللی سینا شناسی و بزرگداشت نامی او تدبیرهای مشخص می اندیشند که این باعث تهنیت و سرفرازی است. باید ذکر کرد که برگزار شدن محفل بزرگی بین المللی به مناسبت 1025مین سالگرد او در جمهوری اسلامی ایران از اقدامات مهم این کشور در بزرگداشت نام و آثار این علامه بی زوال است. بسیار عالمان و فیلسوفان اروپایی و حکیمان و دانشمندان شرق ابن سینا را استاد خویش دانسته به اثرهای طبی و فلسفیش شرح‌ها نوشتند که از نفوذ و اعتبار جهانی این شخصیت بزرگ گواهی می دهد. زندگی و آثار ابن سینا این مکتب جسارت، تنتنه علم و خرد، انسان دوستی و خود افروزی برای بخت و سعادت انسانیت است. ما در نزد روح این بزرگوار امروز سری تعظیم فرود آورده خاطره نیکش را با تعلیم و تحقیقات تازه و انکشاف افکار او در ساحه‌های مختلف علم زنده نگاه می داریم. حکومت تاجیکستان و خلق تاجیک به نشان سپاس و قدرشناسی این فرزندی فرزانه و پرشرف خود در کشورمان به نامش چندین خیابانها، دانشکده و ناحیه را نامگذاری کرده جایزه با نفوذ علمی را به گرامی داشت او تأسیس داده است. مجسمه بزرگش یکی از زیباترین خیابانهای شهر دوشنبه را آرا داده تجسم خرد و بزرگی ذکاوت اوست. ولی بزرگتر از همه احترام او و مسکن او در دل خلق ماست. به قبر عالم توانای آلمانی بورخارد برنتس، تاجیکان در مثال ابن سینا فرهنگی بلند پایه خلقهای آسیای مرکزی را تجسم نمودند. آنها امروز نیز میراث ابن سینا را که در طول 1000 سال به خرد و عقل اروپا تأثیر داشت عاقلانه حفظ می کنند. ابن سینا پرچمبرداری بیداری افکاری ملی و بنیادگذاری پایدیواری علمی 1000 ساله ماست. از این رو به مرکزهای علمی ما ضرور است که
آثاری این علامه بزرگ را پرره به زبان تاجیکی به طبع رسانند و به زبانهای دیگر ترجمه کنند. حمد و ثنا به ملتی که چنین ابرمرد را به عالمی تمدن اهدا نموده است. ناصر خسرو، سخنور بزرگ و مرد اندیشه. استقلالیت برای همه نسل‌های ملت ما، از جمله نیاگان سربلندمان، آرمانی بالا، نامه تقدیر، حفظ شرف و ناموس وطنداری و در مشکل ترین لحظه های تاریخ با صبر و تحمل عاقلانه و حسن تدبیر در نهاد دولتداری اجنبیان پیش بردن سنت های دولتداری اجدادی بوده است. استقلالیت برای ما یک مرحله صفتاً نو و واقعی تاریخ تلاش‌های آزادی خواهانه و کار و پیکارهای آشکار و نهانی رسیدن به دولت و دولتداری ملی و حفظ نمودن و پاس داشتن میراث معنوی و فرهنگی ملت می باشد. در صحیفه های تاریخ قدیمی ملتمان ثبت شده است که بر اثر لشکرکشی ها و تاخت و تازهای پی همی سلاله و خانواده های اجنبی، دولت و دولتداری تاجیکان بارها زیر خطری نیستی مانده بود. ولی فرزندان دوراندیش و فرهنگ پروری ملت جبر و جفای بیگانگان را با مقاومت و پیکار فرهنگی و معرفتی، تدبیر، تحمل و بردباری مردانه پسی سر نموده برای حفظ و تحکیم هویت ملی تلاش ها کردند. زندگی و جهانبینی قوم و خلقیت های بیگانه را با دستاوردهای تمدن خود پرغناوت ساختند. حکیم ناصر خسروی قبادیانی از جمله چنین بزرگان فرهنگ و خردی ملت تاجیک به شمار می رود که عمر عزیز خیش را بهر خودشناسی، ستایش افتخار ملی و وطنداری و رهایش از ظلم و استبداد اجنبیان، خرافات و دیگر پدیده های منفی صرف کرده است. آوان کودکی و بلاغت او در شهر توس، تخت قوبات، تخت سنگین، قلعه میر، کیقوباد شاه نام شهرستان‌های قدیمی کیانیان و باختری باستان که واقع در قلمرو تاجیکستان امروزند گذشته است. مهر این سرزمین اجدادی در تشکل غایه‌های وطن دوستی و استقلال خواهی او نقش یک عمری بازیده است. و در عین زمان استعداد فطری شاعریش را در مکتب ادبی رودکی و دیگر سخنسرایان عهد سامانیان صیقل داده از اسارت زبان مادری و فرهنگ والای ملت خیش به حد اعلا برخوردار گشته است. زندگی و روزگار این حکیم بزرگ به انتهای دولتداری سامانیان راست آمده
فاجعه استیلای سلاله‌های اجنبی غزنویان و سلجوقیان را با چشمی سر دیده است. ناصر خسرو که تجربه دبیری و کارگزاری دربار را از پدر آموخته بود، مدتی در بلخ به خدمت حاکمان غزنوی درآمد، لیکن با وجود نفوذ و اعتباری که در دایره های حاکم پیدا کرده بود، با سبب بی‌عدالتی و ناسازگاری محیط از خدمت دربار کنار رفت. سیاست جنگجویانه سلاله تندروی غزنویان، وضع نامساعد اجتماعی و سیاسی کشور، علل خصوص ریاکاری روحانیان و بیگانه پرستی بسیاری از منصبداران، خاری و زاری اهل علم و فرهنگ در جهان معنوی ناصر خسرو یک گردش کلی را به وجود آوردند. او چون شاعری وطن دوست و وطن پرور و مرد اندیشه نمی توانست در برابر خراب سازی های خاک خراسان بی‌طرفی را اختیار نماید. شاعر ملت دوست و خلق پرور به خاطر تربیت و راهنمایی حاکمان غاصب و ستم پیشه سلجوقی مدت رنج و زحمت می کشد، اما رنج و زحمتهایش بر عبث رفته از بی‌عدالتی ها و جبر و ظلم عملداران سلجوقی به تنگ می آید و کاملا خدمت دربار را ترک می گوید. او در شعرهایش به تنقید و مذمت امیران سلجوقی شروع کرده آنها را گرگانی بیابان می نامد و از شکوه گذشته خراسان و پادشاهان عدالت پیشه سامانی با حسرت و تأسف یاد می کند. طبیعی است که چنین تنقید و مذمت آشکارای شاعر صف دشمنان او را افزود و صاحب منصبان غزنوی و سلجوقی در اندیشه تعقیب و حتی کشتن او افتادند. سرانجام پس از اذیت‌های روحی زیاد ناصر خسرو راه سفری طولانی را به سوی کشورهای دیگر پیش گرفت. مسافرت ناصر خسرو قریب 7 سال ادامه یافت. او از راه آذربایجان و ایران گذشته سرزمین آسیای خرد را پسی سر کرد و سپس سوریه، فلسطین، مصر، تونس و سودان را سیاحت نمود. این حکیم انسان دوست و عدالت پرور 4 بار به زیارت مکه رسیده تقریباً سراسر جهان اسلام را آموخت. علل خصوص دوره استقامت ناصر خسرو در مصر که 3 سال ادامه یافت به زندگی و فعالیت من بعدی وی تأثیری عمیق گذاشت. در زمان ناصر خسرو فاطمیان در قلمرو مصر بعض اصلاحات گذرانیده بودند که به جنبش‌های ملی مردمی از جمله حرکت استقلال خواهی شعوبیه در میان اجداد ما تأثیری زیاد رسانیدند. ضمناً باید تأکید کرد که حرکت و جنبش‌های خلقی و اجتماعی از جمله جنبش شعوبیه مضمونی نسبتاً بای، رنگین و قسماً مرکبی را دارا بودند. این جنبش‌ها در دوران تشکل روح مقاومت و استقلال خواهی دایره‌های وسیع مردم را فرا گرفته جوهری خودشناسی و خود آگاهی داشتند. مهمترین هدف آنها
احیای اصالت تاریخی و فرهنگی، بازگشت به شکوه و عظمت دولتداری اجدادی و بنیاد نظام عدالت پیشه بود. این جنبش‌ها ارزش‌های ملی و دینی را آمیزش داده به نیروی با نفوذ غایوی، اجتماعی و فرهنگی و معنوی تبدیل شدند. همین طریق تلاش و پیکاری استقلال خواهی نیاگان ما بر ضد اجنبیان استیلاگر در طول 100 سالها ادامه یافته، گاهی به صورت عصیان و شورش‌های آشکارای سیاسی و حق تلاشانه، گاهی به شکل حرکت‌های مذهبی و گاهی به طرز بحث‌های فلسفی و مناظرات ادبی پدید آمدند. هدف اصلی آنها بیدار کردن احساس خودشناسی، هویت ملی، افتخار وطنداری و در نهایت کار برافکندن دیوار سیاست اجنبیان و به جای آن زنده کردن و پایدار داشتن سنت‌های دولتداری سامانیان عدالت پیشه بود. علل خصوص در دایره‌های فرهنگی، حرکت‌های آزادی‌خواهی و استقلال پرستی در لباس ادبی و جنبش‌های مذهبی ظاهر گشته، چون تدبیر سیاسی پشتیبانی از وطن و زبان، غایه‌های استقلال خواهی و اصالت دولتداری، افتخارات ملی و اجدادی به کار می رفتند. و جای بحث نیست که ناصر خسرو نیز عقیده های استقلال خواهی، آزاداندیشی و وطن پرستی خود را از پایگاه شعر و سخن، فعالیت گسترده ادبی، معرفت پروری، تبلیغاتی و مناظرات فلسفی پیش برده است. واقعاً او چون یک فرد ملت دوست، آزادمنیش و انسان پرور، بلندترین ارج را به انسانی بیدار دل و وطنخواه می گذارد و تا واپسین نفسی عمر در راه استقلال خواهی و وطن پرستی تلاش می ورزد. این شاعر و متفکری بزرگ از خود آثاری گرانبهای علمی و ادبی باقی گذاشته است که جامع الحکمتین، کشایش و رهایش، سفرنامه و دیوان اشعار از جمله آنها می باشند. یکی از مهمترین اثرهای ناصر خسرو سفرنامه است که مؤلف دیده و شنیده های خیش را دقیق، واقعی بینانه و بی مبالغه یادداشت کرده، بعد بازگشت به بلخ آنها را به صورت کتاب درآورده به واریسان به یادگار گذاشته است. به عقیده بسیار دانشمندان کتابی را نمی توان پیدا کرد که از نگاهی ارزشی علمیش با سفرنامه قابل قیاس باشد، زیرا این اثر هم سفرنامه، هم تذکیره و هم موادی پر ارزش تاریخی و جغرافی و هم سرچشمه نادری مردم شناسی و فرهنگ شناسی است. ناصر خسرو چون فردوسی ستایشگری خرد و خردمندی است. خردمندی در آثار این متفکری بزرگ با ایمان و دیانت، پاکیزه‌کاری و پاکدامنی برابر است. او انسان را هدف اصلی آفرینش عالم دانسته، خرد و دانش را وسیله اساسی خودشناسی انسان می شمارد. انسانی که راه خودشناسی و تکامل شخصیت را پیش گرفته است،
باید از خشم و ستیز، حرص و حسد، مکر و تزویر، کبر و غرور و امثال اینها دور شده به پایه انسانی کامل برسد. مهمترین خصلت انسانی کامل از نگاه شاعر نیکی و نکوکاری است. به اندیشه شاعر نکوکاری پیش از همه راحت رسانی به مردم، یاری و مدد به یتیمان و محتاجان، دلسوزی و غمخواری به بیچارگان، مهربانی و پشتیبانی از بینوایان و برجاماندگان است. انسانی کاملی که ناصری خسرو در آثار رنگین خود آفریده است، جوینده حقیقت و دارای خصلت‌های حمیده بوده، برای انصاف و عدالت، پاکی و نکوکاری و از بین بردن ظلم و ستم، دروغ و ریا، حرص و طمع و فتنه و جنگ مبارزه می‌برد. او همیشه عقل و خرد انسان را ستایش نموده، علم و عمل را معیاری ارزیابی فعالیت شخص می شمارد و در آثار بیزوال اخلاقی و فلسفیش غایه های بلند انسان دوستی، اندیشه ملی، خودآگاهی و خودشناسی و وطن پروری موقعی خاصه داشتند. بزرگان ما هنوز از عهد سامانیان عقیده های عمومی بشری و غایه های انسان دوستی را ترغیب می نمودند. به عباره دیگر آنها همیشه در دایره ارزش های عمومی بشری و غایه هایی که به تکامل اخلاقی انسان و تحکیم رابطه های بین فرزندان انسان و خلق و ملت های بشر روانه شده اند اندیشه می راندند. قابل ذکر است که یکی از همزمانان ناصری خسرو، نظام الملک، که وزیری دربار سلجوقیان بود، اثری مشهور خود سیاستنامه را نوشته، مثل این شاعری وطن دوست سیاستی دولتداری، نظامی اداره کنی و عدالت و رعیت پروری سامانیان را ستایش و تلقین نموده است. این بزرگان و دهها چهره های نمایان ادب و فرهنگی آن دوره با آثار جاودانه خود در بالا رفتن بیداری و هوشیاری ملت ما، همچنین در راه آزاداندیشی و استقلال خواهی، عدالت جویی و خلق پرستی و تشکل افکار خودشناسی ملی، تکامل معنوی، اخلاقی و تحکیم رابطه های بین انسانها خدمت بی‌بها کردند. زندگی و جان نثاری های فرزندان فرزانه ملت در همه دور و زمان چون تیمساری مبارزه به خاطر پیروزی غایه های والای انسانی و ارزش های عمومی تمدن بشری باقی میمانند. شاهکاری های بیزوار بزرگان ملتمان نه تنها باعث افتخار ما تاجیکان هستند، بلکه یک جزئی مهم فرهنگ و تاریخ بشری محسوب می‌یابند و از این رو مایه افتخار تمام انسانیتند، زیرا آنها به مجرای زندگی از دیدگاهی بلند می‌نگریستند، نظری فراخ و افکار عمومی جهانی داشتند، انسان دوستی را ترغیب می نمودند و چنان که خاطر نشان گردید مردمان جهان را به وحدت و همدیگر فهمی دعوت می کردند. شما گفتار 39 را از روی کتابی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله
خوانشی ادبی